آن سوی پنجره‌های خاموش شب آرام آرام روی شهر پهن می‌شد. نه از آن شب‌هایی که ناگهان از راه می‌رسند و سلام به همگی، وقتتون بخیر. حسن حسینی هستم. میریم به این آموزش بپردازیم. ترکیبی از استفاده از 11 لبز و هیجن. برای چی؟ برای ساخت نریشن، وکال و هر چیزی که مربوط به گویندگی است. خب 11 لبز خودش تجمیعی از خیلی چیزا هست. ما تو این جلسه فقط به تکست تو اسپیچش کار داریم. چرا فقط اینجا نبریم جای دیگه؟ چون که اینجا کردیت داریم و ماهانه 10,000 تا فقط کردیت مجانی به ما میده و تموم میشه و نهایتاً باید صبر کنیم تا دوباره پر بشه. خب ما یه راه حل دیگه داریم که اینجا کاراکترهای خیلی خوبی داره، صدای خیلی خوبی داره. همینو برداریم، کلوک کنیم، ببریم توی هیجن، بعد براش کاراکتر بسازیم و بعد دوباره اینجا برای ما تعدادی بیشتری یا ثانیه‌های بیشتری وکال یا نریشن یا دیالوگ داشته باشه. خب حالا این رو برمیگردیم به 11 لبز، میریم تو قسمت تکست و اسپیچ. خب اینجا ما میتونیم متنمون رو بهش بدیم که دقیقاً چی میخوایم بگه. بعد اول بریم این قسمت تنظیمات اینجا رو انجام بدیم. ببین ما اگه فارسی میخوایم باید اینو رو حالت ورژن 3 قرار بدیم، چون که فارسی رو خوب نمیخونه ورژن‌های قدیمیش، این خیلی بهتره. بعد اینجا مدل ها هستن، شما انواع مدل ها رو میتونید صداهاش بشنوید، هر کدوم که دوست دارید استفاده کنید. Hey everybody, Juniper. I think I would be. Hello, I'm Jane, a great voice for. क्या बोल रहा है भाई? Speak in a way that inspires. यहाँ हर एक धागा. خب مثلا من یه صدایی رو خیلی دوست دارم، اسمش مارک، ایتالیایی هم هست. Fascicoli impolverati e volti scomparsi. خب همین L'ispettore sa di non poter più tornare indietro. خب میارمش برای صدایی که میخوام اینجا. اوکی. بعد حالا متنمو تایپ میکنم. شما هر اتفاقاتی که توی دیالوگ هست، مثل خنده، مثل گریه، مثل ناراحتی، اخم، اینا رو میتونید توی براکت براش به عنوان پرامپت بهش بدین که اینجا اینجوری بگید. خب من یه متنی رو همینجور نوشتم، فقط یه تیکشو اینجا کپی کنم، مثلا این پاراگراف بیارم اینجا و بگم که برای من جنریتش کن. و اگر که میخواین 2 زبانه باشه، چند نفر دیالوگ بگم، میتونید دوباره یه نفر بعدی رو اضافه کنید، یه صدایی براش در نظر بگیرید، خانم، آقا یا هر چی، بعد دوباره متن بدین، دوباره یه صدای دیگه هر چقدر بخواید. اینجا میتونید چند تا کاراکتر داشته باشید. چیزی که هست دیگه، مقدار کردیتی که از دست میدین بیشتر هست. حالا همینو میخوایم که صدا رو بشنویم ببینم چی میسازه. شب آرام آرام روی شهر پهن می‌شد. نه از آن شب‌هایی که ناگهان از راه می‌رسند و همه چیز را در تاریکی فرو می‌برند، بلکه شبی که انگار از ساعت‌ها پیش پشت بام خانه‌ها، پشت شیشه‌های مغازه‌ها و در لابلای شاخه‌های خشک درختان منتظر مانده بود تا سرانجام کسی چراغ آخرش است. شب خب همونطور که میبینید هم بدون غلط داره میخونه، هم حسش خیلی خوبه. این صداها رو دیگه باید تست کنید کدوم به دردتون میخوره، به حساب دستتون میاد. من این صدا مردونه این مارکو خیلی دوست دارم. اینم ورژن دومش هست، یک تیکش بشنویم. شب آرام آرام روی شهر پهن میشد. نه از آن شب‌هایی که ناگهان از راه میرسند و همه چیز را در تاریکی فرو میبرند. خب حالا اولی رو من دوست دارم، اینو دانلود میکنیم به عنوان صدای مرجعمون. توی هیجن وقتی رجیستر میکنین و ساین اپ میکنین، کارش انجام شد، میاد تو صفحه هوم همینجا. خب صفحه اصلی ما میخوایم یه آواتار بسازیم که فقط از صداش استفاده کنیم. میایم آواتار، بعد اگه آواتار قبلا ساخته باشین اینجا نشون میده، اگه نه مثل این مثلا جدید هست، میایم توی قسمت ویرچوال کاراکتر، عکسمون رو آپلود میکنم. این عکس رو من الان انتخاب کردم، اسمش هم میذارم حسن. خب ببینید این شخصیت ماست. الان صدایی که ما انتخاب کردیم مارکو بود. میایم اینجا توی قسمت میزنیم سویچ، صدامون رو کلون میکنیم، صدا خودمونه، یا رکورد میکنیم، یا ما الان صدا رو داریم، آپلود، صدا رو میخونیم. مارکو 2 بود، ذخیره کردیم و میزنیم جنریت. وقتی جنریت میشه اینجا 3 تا حالت بهمون میده، انتخاب میکنیم حالات مختلف، هیجانی، نرمال، یواش، هر چیزی بهمون داره، انتخاب میکنیم کدوم مناسبه، همونو هر کدوم دوست داری انتخاب کنیم. مثلا اولی رو بشنویم. Hi, I'm excited you're here. This is your voice clone preview. Take a quick listen. Hi, I'm excited you're here. This is your voice clone preview. Take a quick listen. A great voice clone should sound clear. خب
به این مارکو الان لود شد برای این کاراکتر. اوکی، حالا میخوایم بهش تکست بدیم. میایم اینجا روی این میزنیم گزینه اول سین بای سین، میره توی صفحه دیگه. اینجا میتونید متن رو تایپ کنید. من عمدن اومدم یه متن خیلی طولانی رو اگه نگاه کنید انتخاب کردم که ببینید مثلا تا چند دقیقه حتی میتونید ازش وایس بگیرید. من اینجا کپی میکنم، میبینید متن خیلی طولانیه و اینجا اتوماتیک به ما میگه این متن خوانشش 18 دقیقه 19 دقیقه میشه. اما یه نکته ای ببینید، ما توی ستینگ باید اینجا برای تنظیمات این خب میام اینجا توی قسمت صدا مارکو اینجا رو انتخاب میکنیم 11 لبز 3 ورژن 3. اگه این نباشه فارسی رو بعد میخونه. اوکی، الان اینو تبدیل کردیم به این دیگه، کاری به تب صدا نداریم. خب ببینیم این محدودیت پریویو، الان ما اینو بزنم اینو برام میخونه. اگه اوکی بعد آواتار رو میسازه که دیگه ما اونجاشو نمیخوایم و پولیه. برای این قسمت چیزی که میخونه رو در روز مثلا حالا میتونید استفاده کنید ولی احتمالی محدودیتی بخوریم، واسه همین خیلی این پریویو رو نزنید که محدودیت نباشه. و یه بار دیگه میگم اگر که این متن جایش اشتباه میخونه مطمئن شید اعراب بذارید یه سری کلمات. حالا الان نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی اگه دیدید جایی مشکل داره اونا رو اعراب گذاری کنید. قبل از اینکه این مرحله رو من شروع کنم مرحله نهایی رو بگم بعد همش با هم انجام بدیم. ما برای اینکه این صدا رو داشته باشیم به هر حال باید یه خروجی بگیریم. اینجا نمیتونیم دانلود کنیم، از یه افزونه کروم اکستنشن کروم استفاده میکنیم به نام سامپل که برامون ریکورد کنه. اینو اضافه میکنیم به کروم. خب الان اینجاست، میایم تنظیماتش mp3 میخواین یا ویو میخواین. mp3 اینم 44100 و تنظیماتش همین اوکی هست، نرماله. اگه های کوالیتی میخوایم ویو هم میتونیم بذاریم، حجمش بالاتره. و میریم ریکوردینگ، به هر حال ضبط میشه و اینم خیلی راحت گزینه دانلودش هست. خب برگردیم تو هیجن. حالا اینو روشن میکنیم. تو شما خب رکورد میزنیم. الان آماده رکورد هست، میبینید داره میره و حالا پلی رو میزنیم. آن سوی پنجره های خاموش شب آرام آرام روی شهر پهن می شد. نه از آن شب‌هایی که ناگهان از راه می رسند و همه چیز را در تاریکی فرو می برند، بلکه شبی که انگار از ساعتها پیش پشت بام خانه ها، پشت شیشه های مغازه ها و در لابلای شاخه های خشک درختان منتظر مانده بود تا سرانجام کسی چراغ آخر را خاموش کند. باد سردی از کوچه می گذشت و برگ های زرد را روی آسفالت می غلتاند. برگ هایی که هر کدامشان شبیه نامه‌ای قدیمی بودند که فرستنده‌اش دیگر به یاد نمی آورد برای چه کسی نوشته است. من کنار پنجره ایستاده بودم و به خیابان نگاه می کردم. چراغ زرد تیر برق تکه‌ای از پیاده رو خب شنیدین چی شد، چی از کار در اومد و شما همینو اگر تموم کردین رکوردتون رو تموم شد دوباره این متن رو عوض میکنین، یه متن دیگه میدین، دوباره اینجا جنریت میشه و بهمون میگه چند دقیقه است مثلا متنمون. خب همینو کپی کنیم بریم اینجا پیست، همینو دوباره بهمون میده، دوباره رکورد میکنیم. شب که میرسد شهر آرامتر از همیشه نفس میکشد. انگار تمام هیاهوی روز را پشت پنجره جا گذاشته و حالا در خب همین رو رکورد کردین، دوباره متن بعدی رو میدین، احتمال داره من به این مرحله نرسیدم، اگه کسی دید حتما کامنت کنه. احتمال داره که در روز مثلا محدودیت این پریویو رو به همون بده، نمیدونم دقیقا بعد چند تای، من این احتمال رو میدم چون به هر حال اگه بی‌نهایت باشه که دیگه خیلی ظلمه، ما خیلی راحت میتونیم هر چقدر که ازش میخوایم بکشیم بیرون. و به هر حال این مسیر خیلی ساده است. صداها هم صداهای 11 لبز هست که خیلی معروفه و همین.
امیدوارم که لذت برده باشید. ممنونم که ما رو حمایت میکنید و لایک و سابسکرایب و کامنت و این داستان هم یادتون نره. سوالی هم بود کامنت ها در خدمتتون هستم. روز و روزگار خوش.